استاد. دین غریب است، اعمال دین در این وقت غریب است. نمازی که تو میخوانی غریب است، به خاطر که دیگه جا به مثل تو نماز نیست. برابری تو قیام وجود نداره، برابری تو رکوع وجود نداره، برابری تو سجده وجود نداره. نماز تو بسیار غریب است، دعای تو غریب است، روش سلام تو غریب است. یک شخصی برای من گفت مولوی صاحب میفهمی که من شاگردایت از کجا میشناسم؟ من گفتم مهربانی کو. گفت شاگردایت از این میشناسم که با مجرد زنگ میزنه الو بلو را کسی یاد نداره، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به الله قسم که وقتی میگه میدانم که حتما از جمله کسانی است که وابستگی با شما داره، به درس شما داره، الا ماشاءالله اگر کدام تا استثنایی موجود باشه. به خاطر که من میفهمم که چی گپ است، چه قسم دین چی را میگه. غریب است سلام ما، غریب است. سلام که میپرتی غریب است. وقتی تو سلام درست میگی، ابتدا به سلام میکنی، از او که پیشی میکنی، غریب است. دیگه مردم که انتها تو را خوش داشته باشه، صبح بخیر شب بخیر، صحیح است، خدا حافظ، اینه بقدر یاد داره. سلام وجود نداره، نه در وقت آمدن، نه ملاقات، نه در وقت رفتن. غریب است. تراویح تو غریب است، ختم تو غریب است، مرده تو غریب است، جنازه تو غریب است. الله مادری فلانی وفات شده بود، دو مردکه، هیچ چیز نشد، هیچ چیز. نه بدرغه بود، نه اونجا جای نمازات تقسیم شد، نه اونجا گر برده شده بود، نه بستره برده شده بود. اینه به خاطر میگم که در بعضی جنازه در مختلف مناطق مختلف رسم است. او طرف جنازه روان است، اینجا 4 دانه بستره پشت کرده گیسته، بی بالش تا نمیدن. عقیده به ایسته که بالش تا دادی دیگه مرده باز میشه. عجیب گپ است این وطن، عجیب حالت است این وطن. مرده تو ناشناس، جنازه تو ناشناس. این چی رقم جنازه بوده برادر؟ نیم ساعت در جنازه تیر شد. دعا را یاد دارن؟ کدام دعا در حق مرده میشه؟ آخرین حق این مرده که برای تو است و تو مومن حق از این ادا میکنی، آخرین مرحله است. از دنیا رحلت کرده، هیچ چیز نداره بجز از که تو برش دعا بکنی. چی رقم دعا باید بکنی؟ از کجا دعا بکنی؟ فقط در زبان دور بدیشه، یعنی که از قلب اشکت بریزه باز دعا بکنی. کدام دعا را بکنی؟ جنازه ناشناس. و برادر فاتحه گیری نبود، هیچی رقم مرده را شلغم گور کردن، نه پشتش یک دونه برنج خیرات نکرد. بیچاره خبر نداره که عیسی اولیای مرده 1000 قرآن کریم در دارالحفاظا برده. این خبر نداره که مرده به ذمه خود گرفت که اینجا تشنابا برای مدرسه جور میشه، این مکمل سرمه است. اینجا وسایل برق است، این سرمه است. این خبر نداره بیچاره. اینجا راه خراب است، این سرمه است. تاجیکیست، دین امیره میگه، علم امیره میگه، خودش در آلمان زندگی میکنه، ولی برای من زنگ میزنه که مولوی صاحب 2 نفر یتیمه در دارالحفاظ کفالت شما میکنم که فیسی از او را باید بپردازم، به خاطر ازی که او حافظ قرآن کریم جور شود و برای من ثواب برسه. عقل و فکر فرق داره. یک شخص تاجیکستانی در آلمان این مفکوره را داره، این بصیرت داره، اما تو جناب با اینمی کشوفش که خودت لیدر سیاسی میگیری، سرمایه‌داری قوی میگیری، به الله قسم اگر برابری امو آدمی که در اروپا زندگی میکنه تو در مورد دین معلومات نداری.